درود و مهر بر شما عزیزان هنردوست. من نسرینم، هنرمند، مدرس و عاشق دنیای رنگی رزین. سالهاست که با عشق و علاقه توی این رشته فعالیت میکنم و امروز اینجام تا تجربه ها و تکنیک های خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم. توی این آموزش ها با هم یاد میگیریم چطور با مواد مختلف رزین آثار خاص و زیبا خلق کنیم و ازش لذت ببریم. خب دوستان عزیز، اینجا میخوام وسایل و لوازمی که برای کار با رزین نیاز رو بهتون معرفی کنم. مهمترین و اصلی ترین جزء کار رزین و هارنر هست که به تنهایی هیچ کدوم خشک نمیشه، بلکه این دو باید با هم ترکیب بشه. دومین وسیله ضروریمون ترازو هست برای اندازه‌گیری مواد. قالب ها هست در طرح‌ها و اندازه های مختلف برای ساخت ظروف. قالب های زیورآلات هست که در شکل و اندازه های مختلف توی بازار موجوده و بهترین و کاربردی ترینش قالب محدبه که برای ساخت ست های زیبا و زیورآلات کلا ازش استفاده میشه. رنگ های مخصوص رزین هست که به 3 دسته تقسیم میشن: جوهری، پودری و خمیری. این رنگ خمیریمون هست که حالا من سفیدشو دارم به شما نشون میدم، ولی در طیف های مختلف در بازار موجوده. جوهری هم همینطور. رنگ های پودری که در 2 نوع صدفی و ساده موجوده در بازار. اکریلیک داریم برای زیباتر کردن زیورآلاتمون در انواع اقسام رنگ ها و سایزهای مختلف، پولک های مختلف. رنگ پودری کروم که به تنهایی خودش رنگ خاصی نداره، ولی وقتی روی سطح مشکی قرار میگیره رنگ زیبایی بهمون میده که در 3 یا 4 رنگ مختلف در بازار موجوده. الان دست منو ببینید، خودش به تنهایی به رنگ سفید دیده میشه، اما وقتی روی سطح مشکی قرار میگیره ببینید یه رنگ آبی زیبایی داره. برای ساخت زیورآلات از فرم های فلزی برنجی و استیل میتونیم استفاده کنیم که استیل رنگ ثابته و به هیچ عنوان تغییر رنگ نمیده. لیوانه بار مصرف برای مخلوط کردن رزین. برای مخلوط کردن و هم زدن رزین از قاشق یک بار مصرف و آب سلاین میتونیم استفاده کنیم که ترجیحاً بهتری از قاشق‌های شفاف و یک بار مصرف است.